مهمترین مدارکی که شما باید توجه کنید اینه که شما باید یک لبنزلاف یعنی یک رزومه، یک آنشغایبن یعنی یک انگیزه نامه و مدارک تحصیلیتون، 3 تا مدرک، این 3 تا مدرک لبنزلاف، آنشغایبن و شولززeugnisse یعنی مدارک تحصیلیتون، مدارک درسیتون از همه مهمتره. کنارش میشه دکومنته و سوگنس هایی که دارید، مثل دوره هایی که رفتید، مدارک زبانتون، گواهی ضابطتون یا آنرکنونگتون، اینا ادامش میشه. ولی مهمتریناش اینه که شما این 3 تا رو حتما برای کارفرما بفرستید. نکته که خیلی مهمه اینجا، قبل از اینکه به جای درخواست کار بدید یا درخواست آسبیلوین، سعی کنید یک ایمیل خیلی خوب برای خودتون درست کنید. یک ایمیلی که اسم و فامیلتون داخلش باشه و اینکه یک عکس هم براش بذارید. چون اگر یک ایمیل عجیب و غریب برای خودتون درست بکنید، اون شخص مقابل یا اون سیستمی که داره به عنوان اسپم اینو در نظر میگیره و اصلا ایمیلتون برای اون شخص نمیره.